رسول الله گفتند اگر کدام از امت من یک جفت یا یک اسب ماده با همراهی نرش یا یک اشتر ماده را با همراهی اشتر نر، یعنی هر یک چیز با همراهی جفتش اگر در راه خدا خیر کند، چی گفتند رسول الله؟ گفتند که از درهای جنت صدا می شده است که ای بنده خدا، این فعل تو بسیار فعلی پسندیده هست، بسیار فعلی خوب کردی. فمن کان من اهل الصلات دعی من باب الصلات. رسول الله میگوید کسی در دنیا نمازخوان باشد از دروازه های جنت صدا می شده است، از دروازه ای که خاصه برای نمازخوان هاست از اون صدا می شده است ای بنده نمازخوان مرحمت واردی من شو. دوروها برای پروستاتیت، برای شهوت را زیاد کردن، برای فربه شدن یا اینکه خراب شدن، برای ریش را قفز کردن، برای همخوابگی را زیاد کردن، برای درد دل، روده، ژلودکا و اینچنین شامپون‌های گوناگون و دیگر داروهایی که در روی نوار می‌بینید، قرآن‌ها، جاینمازها، تنها همش برای شما. کنید داروهای گیاهی سونامد فرمایش گذارید. برده رسانیدن داروها کاملا رایگان است. اینچنین این داروها را از دلخواه داروخانه شهرهای روسیه با تخفیف از 10 تا 15% خریداری کردن می توانید. سونامد، طبابت با گیاهای شفابخش. شخصانی که خواهش گذشتن سرحد قزاقستان را از شهر مسکو دارند، برای شما بهترین کمپانی را توصیه می‌دهیم. کمپانی دارای ماشین‌های زمانوی است. شما را آمده از جای زیستتان گرفته با سرحد قزاقستان برده و ساق سلامت با خواست الله آورده می‌رسانند. در دکومنت‌ها یگان مشکلی باشد خودشان حل می‌کنند. و خوبی کمپانی در این است که برای زنها امکانیت رفتن را داده است با ماشین‌های مخصوص و راننده زن باشد. از نام شبکه حاجی میرزا گپ زنید، برای شما تخفیف کرده می شود. معلومات بیشتر بر رقم‌های روی اکران بوده تماس بگیرید. و من کان من اهل الجهاد دعی من باب الجهاد. پیغمبر خدا گفت کسی در دنیا مجاهد از دنیا میگذرد، جهاد در راه خدا کردگی است، خاندان و فرزند و همه را پس سر ماندگی و برای اسلام و ایمان و قرآن مبارزه برده است، اینها را در جهاد در جنت است دعوت میکند ای مجاهد خانه من داخل شو. و من کان من اهل الصیام، کسی در دنیا روزدار باشد، دعی من باب الریان. رسول الله گفتند کسی که در دنیا روزدار باشد در جنت از دروازه ریان که یک دروازه هست، انشاءالله بخشید من این دروازه را به شما شهر میتونم، نام او ریان است. همین دروازه ریان منتظر تمام ما و شما روزدارهایی که از برای خدا روزه گرفته باشید. فریاد میزند ای روزدار وارد من شو. و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه. پیغمبر خدا گفت اگر کسی در دنیا سخی بود، دستی دهندگی داشت، مسکین ها و فقیرها و بیچاره ها را یاردم میکرد، از دروازه صدقات فریاد. و من کان من اهل صدقه دعی من باب الصدقه. رسول الله دوام دادن حدیث مبارکه، کسی که اگر از اهل صدقه باشد فریاد زده می شود از دروازه های صدقه که وارد من شو. ابوبکر صدیق رضی الله عنه میگوید من در این حالت حدیث پیغمبر خدا نزد او نشسته بودم، فقلت بأبی انت و امی یا رسول الله. به جانب پیغمبر خدا گشته گفتم پیغمبر خدا پدر و مادرم فدای تو باد. ابوبکر صدیق رسول الله را بسیار دوست می داشتند. گفتند پدر و مادرم فدای تو باد. هل یدعى احد من تلك الابواب كلها؟ رسول الله گفتم آیا شخص یافت می شود که از تمام دروازه های جنت اون شخص را فریاد کرده شود، مثل که از دروازه نماز، از دروازه جهاد، از دروازه روزه،
از تمام دروازه ها اون کس فریاد زده شود که وارد من شو، آیا این چنین امت داری؟ رسول الله میگه به جانب من گشتن گفتن ارجو ان تکون منهم. ابوبکر گفت من امید دارم که یکی از آن امتانم تو هستی، از همان امتانی که از تمام دروازه های بهشت اون کس فریاد زده می شود ابوبکر صدیق تو هستی. ابوبکر میگن من گریان شدم، زیرا من رسول اکرم از جانم دیده، از پدر مادرم دیده دوست می داشتم. حتی میگوید ابوبکر در سخنهای خود حب الی من الدنیا ثلاث، النظر الى وجه رسول الله و انفاق مالی علی رسول الله و ان یکون ابنتی تحت رسول الله. من در دنیا سه چیز را برای خود محبوب می شمارم، سه چیز را دوست می دارم. یکم اینکه دایم به چهره آفتاب مانند محمد دایم نظر کنم، هیچگاه دیده هام از روی پیغمبر خدا کنده نکنم. دویم چیزی که من دوست می دارم، گفت ابوبکر صدیق، این است که آن چیزی که از دولت و سولت دارم همه او را برای محمد نفقه کنم. و سوم امید و آرزو و مقصد دارم که دختر من در نکاح محمد صلی الله علیه و سلم باشد. خداوند با این مقصدهایی که ابوبکر داشت، با این سه چیزی که محبوب برای او بود، با این سه چیز حضرت ابوبکر خداوند موفق گردانید که حضرت ابوبکر دائم با رسول اکرم یک جا بودند و تمام آن چیزی که از سولت و دولت داشت و رسول اکرم برای مجهز گردانیدن عسکران اسلام برده نفقه کرد و دختر خود عایشه صدیقه را هم در نکاح رسول اکرم. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونید با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم و زبان عربی نویسه، هم و زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. داخل کرد. روز یک اصحاب میگوید ما در جنگ بودیم، از رسول اکرم پرسان کردم من احب الناس الیک یا رسول الله، از همه مردم دیده کی را بسیار دوست می‌داری ای محمد صلی الله علیه و سلم؟ میگد به جانب من گشت گفت عایشه. عایشه را از همه دیده بسیارتر دوست می‌دارم. فقلت من الرجال، از مردها کی را دوست می‌داری؟ فقال ابوها، پدر عایشه را دوست می‌دارم. یعنی ابوبکر صدیق گو من دوست می‌دارم. وقتی من یک آیت در تفسیر که در پاره 29 سوره الحاقه است نگاه کردم، آیت خواندم فاما من اوتی کتابه بیمینی فیقول ها اقرؤ کتابیه. وقتی این آیت خواندم خواستم تفسیری را نگاه کنم، قصه ابوبکر در زیر همین آیت یافتم. خداوند در معنای این آیت چی میگوید؟ میگوید وقتی که روز قیامت میشود، این نامه اعمالی که ما و شما میگوییم که فرشتگانی که کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، میدونن آن چیزی که ما میکنیم، دفترهای ما و شما را از گناه و ثواب پر میکنن، اینها روز قیامت در دست ما و شما داده میشوند. خوش به حال اون بنده که نامه اعمال او به دست راست او داده شد. خدا میگوید وقتی که بنده را من نامه اعمالش به دست راستش میتوم، همون بنده به دست راست گرفتگی فریاد میزند رفیقاشه بیایید کتاب مرا تماشا کنید، زیرا که این سبب الکی به دست راست گرفتنی من سبب نجاتی من است. من اینا در دنیا آگاه شدگی بودم. مفسران میگویند ثعلبی از ابن عباس روایت میکرد، میگوید اولین شخصی که در روز قیامت نامه اعمالش به دست راستی او داده میشود این عمر ابن الخطاب است که عمر ابن الخطاب مثل آفتاب میگه در روز قیامت درخشان است. ابن عباس میگه پرسان کردن ابن عباس این چی سخن است که تو میگویی؟
تو آیا نشنیدی که محمد گفته بود که بعد من بهترین شخصیت این ابوبکر است؟ چرا ابوبکر نگرفت؟ چرا عمر میگیرد؟ اولین نامه اعمالت به دست راست. گفت هیهات هیهات. گفت اون زمان گفت عمر نامه اعمال را به دست راست گرفت، ابوبکر شتابان و خرامان بالای دستهای فرشته ها در داخل و کوچه های جنت دور زده ایستاده است. در زمانی که عمر نامه اعمال در دستش است، ابوبکر گفت در کوچه های جنت سیر داده ایستادند. او را گفتن به یک حساب آسان و شتابان وارد جنت کردند. این همون ابوبکر هست که رسول الله گفت امید دارم ای ابوبکر که یکی از همان نفرهایی که از تمام درهای جنت فریاد زده میشوی تو هستی. وقتی همین ابوبکر صدیق بیمار شد میگوید عایشه صدیقه میگه من نزدش بودم و گفتم پدر جان اگر علاج باشد یگان طبیب را حاضر کنیم. میگه به جانب من گشت گفت عایشه گفت من بر طبیب خودم مراجعت کردم. عایشه نفهمید که این طبیب همون طبیب اساسی است. پرسان کردم پدر طبیب چی گفت؟ ابوبکر میگه گشته گفت انا فعال لما یرید. طبیب من گفت آنچه را که من بخواهم ابوبکر همون میشود، دیگر احتیاج به سوی طبیب ندارم. عایشه میگه من حس کردم که این لحظه های آخری پدرم هست و از اون میگه پرسان کردم پدر وقتی از دنیا میگذری تو در خلافت هستی، تو پادشاه هستی، آیا کفن تو را از چی چیز تیار کنیم؟ میگه ابوبکر به سوی من گشت گفت لباس هایی که در بدن من هست دیدی عایشه، با همین لباس ها گفت مرا وارد قبر کنیم. زیرا که این لباس ها گفت عایشه گفت لباسی هست که من از دنبال پیغمبر خدا با این لباس ها نماز خواندگی هستم. این لباس ها هم مثل من گفت عبادت میکردن، گفت اینا هم جمال پیغمبر خدا را گفت دیدگی هستند. از آن لباس نوی که مرا گفت کفن میکنید اون لباس حساب مرده هست، این لباس کهنه هم باشد زنده است. گفت از این خاطر مرا بر همین لباس کهنه خودم گفت لباس های دریدگی خودم گفت وارد قبر کنید. خوش به حال ابوبکر که یکی از نفرهای هست که از تمام دروازه های جنت او را فریاد میزنند. اگر ما و شما هم تنگ زننده این عمل باشیم، خداوند قدرت دارد که ما و شما هم بچه را من کنین. بچه ها توجه کنین، چیاب نیست، بیمار هستند. خداوند به همه چیز قادر است. اینا کسانی هستند که ما و شما باید عبرت بگیریم. خداوند می تواند بنده را هر گونه بیافرد. خدا قدرت دارد که از نعمت عقل ما و شما را دور کند. وقتی ما و شما به قدر نعمت خدا اگر نرسیم، ما و شما می توانیم که از تمام دروازه های جنت ما و شما را صدا کنند، مثل که ابوبکر صدیق صدا می کردند، فریاد می زدند. هر کدام اون خواهشی داشت که ابوبکر در کوچه های ما دور بگرداند. حضرت ابو هریره میگوید نزد رسول اکرم بودم، زمان میگد یک اعرابی آمد نزد رسول اکرم و پرسان کرد یا رسول الله دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. اعرابی بودند، یک کوچمنچه بودند، یک بیابانی بودند، از کوهسار فرآمده بودند. گفتم پیغمبر خدا چی می شود که مرا بر یک عمل دلالت کنی که اگر وقتی من چنگ زننده همان عمل باشم چیکار کنم داخل جنت شوم؟ رسول الله گفتند تعبد الله ولا تشرک به شیئا. اولا بنده خدا، مادامی که تو اگر داخل جنت برای خودت بخوای اختیار کنی چیکار کن؟ باید که تو عبادت خدا را کنی و به خدا شریک نیاری چیزی را. خدا را یک و یگانه بدانی. خدا را یک و یگانه بدان. یک اولین وظیفه که تو داری ای بنده خدا این است که در ذات خدا کسی را شریک نیار.
مثل که امروز دین نصرانی ها دعوا دارند که عیسی فرزند خداست و این تبلیغ های اونها به این مکان خانه های ما و شما آمده رسید. در خانه بعضی از مردها داخل شدیم، انجیل عیسی در خانه او است. از کجا پیدا شد؟ ما را در یک بیمارخانه طبابت کردند و این کتاب برای ما دادند. به هر گونه ما و شما را تبلیغ میکنند و اساس عقیده اینا این است که عیسی بچه خداست. ببین خدا چی میگه؟ شتمنی ابن آدم، فرزند آدم مرا دشنام داد. چگونه دشنام داد؟ خداوند آگاه کرده ایستاده است. فرزند آدم مرا دشنام داد. فاما شتمه ایای فقوله لی ولد فسبحان ان اتخذ صاحبة او ولده. فرزند آدم اگو معنای دشمانش همین است که میگوید که من فرزند دارم. فسبحانی، قسم به عظمتی که من پدر ندارم، مادر ندارم، فرزند ندارم. ان اتخذ صاحبة او ولده، من خالی هستم از رفیق و من خالی هستم از فرزند. وقتی انسانی که یک شخصیت یک مخلوق در ذات خدا شریک میکند، خدا میگوید این معنای او را دارد که برای دشنام داده ایستاده است. همین عیسی که امروز مردم نصرانی دعوا میکنند فرزند خدا، سوره مریم شما نظر کنید در قرآن. همین عیسی وقتی تولد میشود، وقتی تولد میشود به پدر، صاحب چهار کتاب میگوید به پدر فرزند پیدا او کند، طفل را در مهد گویا او کند. اون خدای ما و شما قدرت دارد آخی. و من اراد ان یخلق شیئا فیقول کن فیکون. ببین این قدرت خداست، دو حرف کاف و نون. این خدایی که وقتی این قدرت داشته باشد که با یک حرف کاف و نون دنیا را پیدا کند، چیزی بخواد پیدا میکند، برای فرزند چه حاجت است دیگر؟ همین عیسی وقتی تولد شد با مادرش خداوند سفارش داد 3 روز تو روزه داری، 3 روز گپ نمیزنی. اگر قوم پرسان کنند این فرزند از کجا آمد، همین فرزند از داخل گهواره گپ میزند. این معجزه الهی بود، قصه قرآنی است، این یگان حکایه افسانه نیست. وقتی اون قوم آمد از مریم پرسان کردند مریم این فرزند از کجا آمد، میگه حضرت مریم اشاره به سوی عیسی کرد، در گهواره بود. اون کس گفت تکلم میکند، اون کس سخن میگوید. اونا گفتند ما را مسخره میکنی؟ کودک از داخل گهواره گپ میزند. حضرت عیسی صدای بلند برآوردن، اولین سخنی گفتند چی گفتند؟ اینی عبدالله اتانی الکتاب و جعلنی نبیا. سخن قرآن است. ای بنی اسرائیل، من بنده خدا هستم. اینی عبدالله، من بنده خدا هستم. اتانی الکتاب، خدا بر من کتاب داد، این انجیل است. و جعلنی نبیا، مرا پیغمبر گردانید. این سخن حضرت عیسی است. و این الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. این سخن عیسی است در قرآن در دوام همین آیات. بدرستی این که خدایی که دنیا در دست اوست، وای پروردگار من است، پروردگار شما هست، همین است راهی راست. اما و شما دلالت دارد. این سخنان حضرت عیسی است که امروز اینا را دین نصرانی قبول نمیکند. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل اینی رسول الله الیکم، سوره صف. وقتی حضرت عیسی میگه در بین بنی اسرائیل برآمد، چی گفت؟ ای بنی اسرائیل گفت اینی رسول الله الیکم، من پیغمبر شما هستم. در دوام آیات چی گفت؟ مصدقا لما بین یدی من التورات و مبشرا بالرسول یأتی من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. حضرت عیسی وقتی گفت ای بنی اسرائیل گفت تا امروز ما تصدیق کننده تورات موسی بودیم، امروز انجیل آمد، چنگ به انجیل بزنیم. لیکن من شما را به یک پیغمبری که از بعد من می آید بشارت می دهم که نام او احمد است.
شما با او پیروی کنید. این قوم بنی اسرائیل چی گفتن؟ عیسی هم گفت سحرگر است، محمد چند سحرگر است گفت. این تصدیق نکردن. اینا سخنهای حضرت عیسی هستند. از این خاطر ما و شما این اسلامی که خیلی و خیلی با یک مشکلات های به دست ما و شما آمده است، بیاین کار کنیم که اینا به یک مال اندکی که خواه یک ماه و خواه یک ساله خوراک ما و شما می شود این را نفروشیم. مولوی رومی از درد دل خدا رحمت و مغفرت کند میگوید شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. شمع حق را ایف کنی تو ای عجوز، هم تو سوزی هم سرت ای گنده پوز. این شمع الهی را، این نور اسلام، انسانی به عقل به فهم وقتی که تو مبارزه با این میبری هم خود میسوزی و هم سر و اندام تو میسوزد. کی شود دریا ز پوزی سگ نجس، کی شود خورشید ازیفی منتمس. حضرت میگوید اسلام به منزله دریا هست. اگر در یک دریا یک آبی دهنی سگ بزند آیا دریا ناپاک می شود؟ نه، ناپاک نمی شود. این تبلیغ نصرانیا به منزله همون آبی دهان سگ است. اگرچه در اسلام ما و شما از هر جانب قب میزنند میگزند، لکن اسلام دینی هست که این خدا خود وعده کردگی است تا قیامت چراغ این خاموش نمی شود. در دوام مولوی گفتن هر کی با شمع خدا سازد پفو، شمع کی میرد بسوزد پوز او. هر کی با این شمع خدا اگر پفو میکند، میخواهد نور خدا را خاموش کند، لب دهان او میسوزد لکن چراغ سوزان میماند. ای بریده آن لب و حلق و دهان، کی کند توف سوی مه یا آسمان. توف برویش باز گردد به شکی، توف سوی گردون نیابد مسلکی. میگوید این تبلیغ اینها به منزله همون یک توفی هست که به سوی آسمان توف بکنن. آیا توف در یگان تاقچه رس میگیرد؟ آیا یگان جای میابد در آسمان؟ آسمان به منزله اسلام است. توف بر بیشک گردد برویش بیشکی. توف اون تبلیغ و اون دعوت هایی که دارن چیزی منسوخه و بیکاره که است، البته در سر خچان میامن میزنن. از همه شما خواهش دارم، التماس داریم که بعضی کتاب ها و بعضی همون ورقه هایی که خاصه تبلیغ همین دین نصرانی است اونها را یک جانب بگذارین. اگر شما نیت نجات داشتن در نزد خدا و عزتی در دنیا و در آخرت اگر داشته باشین، شما به این سفسطه ها و دیگر به این دینی بیکاره و منسوخ شده تکیه نکنید، زیرا که نه در دنیا شما عزت میابین نه در آخرت شما قدر قیمت دارید. و ما یبتغی غیر اسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین. خدا میگه کسی که غیر اسلام کدام دینی را آدمی که قبول کرد در دنیا اصلا من او دین از او کس قبول نمیکنم و اون کس در قیامت از جمله زیانکارها هست. حضرت عمر میگه یک روز من به پیش یک راهب، یک عبادت خواننده، عبادت کننده کلیساهایی که میگیم، به پیش همون میگه گذر کردم و نزد عبادتگاه میگه ایستادم. به ناگاه میگه از داخلش بر همون پیشواشون میگه آواز پهن کردن که عمر در بیرون عبادتگاه ایستادگی است. این راهب حیرت دماند، بیرون از عبادت خانه شد. عمر میگه وقتی من این کس دیدم خیلی گریه کردم. از من میگه شریکا امرهایی که من همراه خود داشتم پرسان کردن عمر این کس کافر است، این کس مشرک است، برای چی گریه میکنی؟ حضرت عمر میگه فهمیدم این مشرک است، این کافر است و گریه من هم برای اون است که در آثار چهره این من زحمت میبینم، مشقت میبینم، ترک دنیا را میبینم و خدا در قرآن گفته است که عاملة ناصبه تصلی نارا حامیه. بسیاری از عمل کننده های هستند در دنیا که زحمت بسیار میکشند لکن مکافاتشان جهنم است. من برای این گریه میکنم.
که این بسیار ریاضت میکشد، عذاب میکشد، لکن عاقبت چیکار میکند؟ باز جهنم در داخل میشود. این گونه مشکلات ها اسلام ما و شما بالای سر کردگی هست. از همه شما خواهش میکنم به قدر همون شهیدهایی که در اسلام برای محافظت دین اسلام محافظت کردند به ما و شما رسانیدن، به قدر اونها ما و شما برسیم. با این $100 و $200 که به ما و شما میدهم، باور کنین هیچ دولت سهولت ما و شما زیاده نمیشود. آن چیزی که ما و شما از حساب این پول میخریم اون مال حلال نیست برای ما و شما، اگر عوض کننده برای ایمان من باشد. حضرت اسما دختر ابوبکر صدیق زن حضرت زبیر بود. مقایسه میکنیم زندگی اون زمان با زندگی که الحال ما و شما داریم. میگه در همسایگیم یک یهودی زندگی میکرد. یک روز میگه به مشام میگه بوی گوشت رسید. نگاه کردم که همون یهودی یک گوسفند را در خانهش ذبح کردگی از کشت و در دیگ پرتافتگی گوشت می جوشید. چنان گوشت برای من فارید، چنان همون یک اشتهای گوشت خوردن در من پیدا شد که دیگر اون صورت گو من هیچ بیان کردن نمیتونم. اسما دختر ابوبکر صدیق میگوید بازم این میگد این دختری که تولد کردم خدایجا در شکم من بود، حامله دار بودم، بسیار اشتها داشتم لکن گرسنه بودم. و همون زمان بعد شوهرم زبیر با همراه پیغمبر میگه در سفر بودن. حیرت نماندم چیکار کنم. یک کاسه یک ظرف میگه در دستم گرفتم و خانه یهودی داخل شدم. در تق تق کردم که نگاه کردم شوهرش نیست، زنش نزد همون دیگ ایستادگی و گوشت ها را میپخت. طلب کردم ای زن، گفتم برای آتش خانه تو داخل شدم. حالا که میگه اراده من گوشت بود، خواستم که چیزی از همون گوشتش برای من نصیب بگرداند که هیچ دیگر طاقت کردن نمیتونستم. لکن دیگر شرم کردم، گفتم اگر علاو داشته باشی، آتش داشته باشی، کمی بر من بده. میگه در بالای ظرف من یک لخچه را گذاشت. میگه پس آمم در خانه، میگه حولی من میگه تماما همون بوی گوشت میگه فرا گرفتگی بود. طاقت نشد. یک مدت نشستم، پس گشتم باز کاسه در دستم، باز داخل شدم. گفتم تا لخچه را خانه بردم که خاموش شد. از تو التماس میکنم یک لخچه دیگر بر من بده. میگه دویم لخچه را میگه داد، آوردم در خانه، نشستم مدت هیچ طاقت نمیشد. سیوم بار میگه خانه این یهودی در آمدم. سیوم بارم میگه لخچه میداد لکن گوشت نمیداد. آمدم میگه دیگر شرم کردم، چهارم بار پنجم بار داخل شم و میگه جای نماز پرتافتم و دست ها کشادم. گفتم پروردگارا، ما یک بنده عاجز تو هستیم، ما دختری یکی از محب تو هستیم. خدایا برای من از نعمت دنیا چیزی میسر بگردان. این دعا را میگه کرده تمام کرده بودم که صدای مرد همون یهودی از خانهش بلند شد که ای زن، گفت تا آمدن من کسی خانه نه آمده بود. گفت این زن عربی آمده بود، از ما آتش خواست. 3 بار گفت لخچه علا، گفت 3 بار دادمش. گفت اگر تا از همین گوشت یک کاسه بر او روان نکنی، من از همین طعام تو نمیخورم. گفت دعا به هدف رسیده بود. لکن اسما دینش عوض نکرد برای یک تیکه گوشتی که حالتی وزین ترین بود. فقط دعا کرد که پروردگارا از نعمت خودت بر من نصیب بگردان. گفت اگر تا همین زن عربی از همین طعام ما و شما تناول نکند، من از طعام تو، گفت ای زن، گفت نمیخورم. بردم میگه بر یک کاسه میگه نزد من آوردن، من از اون طعام چیکار کردم؟ استفاده کردم. ببین این گونه زحمت ها را مادرای ما و شما، پیشوای ما و شما کشیدن. از این خاطر همون حدیث پیغمبر خدا که تعبد الله ولا تشرک به شیئا، خدا را همچنان عبادت کنین که در ذات خداوندی هیچ شریک نیاری. صلی الله علیه و سلم میگوید من یک عادت مبارک داشت. هرگاهی که میگه من از سفرها که بر میگشتم، سفرهای تبلیغی میکرد بیچاره، سواره نی،
با شکمی سیرنی، مثل که امروز ما و شما را تمامی طعام ضیافت آرایش میدیم، بعد ما را دعوت میکنن که مرحمت به مردم موعظه کنیم. این گونه نبود.